سلام دوستان، خوش آمدید با کانال پخت و پزهای خانگی. ما امروز همراه یک نمود چکچکی عجایب با لذت تیار میکنیم. محصولات با ما لازم است 250 گرم آرد، 100 میلی لیتر شیر. شیرامو سخت گرم نباشد. من یک قاشقچه رزرخلیتر یا که ساده، 2 قاشق ساخرنی پودره، نمک، من 100 گرم مصلی آبکارگی، 3 دانه تخم برای خمیرش. برای سرابش باشد 150 گرم شکر، حتما لیمون کیسلاته یا که آب لیمون نیم قاشقچه آب، 100 میلی لیتر آب، 2 قاشق عسل لازم است. ما در اول سراب تیار میکنیم. ما در اول من شکر میگیریم، شکر، آب، با همراه کنیم. لیمون نیم قاشقچه لیمون کیسلاته می قیامامو شکرک نمیکند، خود شروع آب میکند شکراشه. من از بالی گازبه شروع آب میکنیم. بعد آب شدن ثانی 2 قاشق عسل همراه میکنیم. عسل همراه کردن شرط نیه، یا خیلی عسل همراه کنید بوی عسل میتید سرابی ما. خیلی ما جوش برآورد. اکنون 2 قاشق عسل همراه میکنیم. شروع همیشه آب میکنیم. خیامی ما تیار. ما در اول من کاسه شیر میگیریم. شیر من مسئله آبکارگی ما می مسئله خمیر به اندازیم گر روزی وقتی پختم به تماما چکچکامو خودش به روغنه نمیگیرد. ساخرنی پودره 2 قاشق، چاش به شکر میتونید استفاده برده. من رزرخلیتر، نمک همراه کره همیشه شروع آمیختم کنیم. ما تخم را همراه میکنیم. تخم 2 دانشه زردوی سفیدیش و 1 دانه زردیش همراه میکنیم. سفیدیش برای کشادنش در کار. 2 دانه زردیش همراه میکنیم. همیشه شروع آمیخته کرده خمیر تیار میکنیم. نه آرداما 250 گرم 1 استکان زایتر میشد خمیرامو سخت شود. بسم الله. من خمیری ما هم تیار شد. زردیش رو میتونید به 2 قسم تقسیم کرده، شاید اگر سالتان کلان باشه یا باشد یک زوالا شروع کرده تنوگ میکنیم. من زوالای 2 قسم تقسیم کردیم. یکم قسمشه میکشاییم. ارتقاتی میکشاییم. کرخمالکی کشایدم نغزو ازیم ارتقی کشاستیم. خمیرش هسته بی افغانینی تخمدار بودن. کشادنش به نهایت نغز. من orada بسیار تر زده کشادم گیریم نمیچسبد. ترسیده بسیار آرد زده. من تیرک پیچانده شروع تنوگ میکنیم. من زباله شروع تنوگ کردم. چقدر کلانی شروع شد یکم قسمش. من خمیره با قالبچه میبرم. من 9 سانتیمتر میتونید با پیاله یگان استکان بریدن میشد. من حاضر همیشه میگیریم گلچکره خمیره مایه همیشه همینطور جدا کره میگیریم. من تونوکی شروع من همیشه جدا کره گرفتم. طرز همین گلکنی شکل من وقتی میگیریم مبینش به سفیدی تخم کنیم که می بالا بای هم قبط 4 قبط میکنیم. قبطش سیوم قبطش سفیدی تخم جدا کنی به نموند مبینشه. پنجم قبطش که طرزی پیچاندهش من گرفتیم 4 قبطه. من یک قبطشه در اون با گرفته من گل شکل میکنیم. من نمی 3 قسم جدا میشد. 1 2 3 همه هر یک تشبه من نمی زبچسکی تخم میکنیم. من 3 قسمی جدا شدگیش به زبچسکی تخکره پخته میگیریم روغن با من فقط مبینش به
دوم قبط، سیوم قبطش، چهارم قبطش. نما با اینش سخت‌تر زیر میکنه. یک طرفش اول میگیریم و این طرفش محکم میکنیم. Коми сиета мана қисм мешавад. Ҳамин ба мана зубочистка ҳар се тарафаш ба метиқонем. мана тиқондем, мана гул шуд. мана ҳамаша ҳамин мекушоем. ко равған ба мепазима меоя. равғана гирифтам. мана ко ҳамин чакчика моя аввал рӯшкин партаем ки ҳамин қабатош кушода шавад равған ба. бисмилла. همین ویلکه که هر یکش زنید که همین قبطش بر افغان در آمده کشاده شود. کو یک طرفش سر شد منه میگردونیم. حالا بین اونقدر بلند منتظیم. چکای ما هم سر شد. افغان میگیریم کن. منه میتونید همین زوبچسکیه دوبه تقسیم کنید. منه دوبه تقسیم کرده کنیده میشد. منه شما میتونید همین ریسیپت که دیگه نمود چکچکم تیار کنید. من امروز منه گل چکچک تیار کردم. منه مایدی کشم میشه. چگونه میبینید چکچکی ما تیار شد. منه زوبچسکیش میگیریم. گرفتنش بینید آسان. اکنون هر یکشه من همین قیامی تیار کردیم و قیام میکنیم. میتونید شما ساخنی پودرایم کنید چه قیام نکره. من چگونه میبینید چکچکای ما هم تیار شد. من 4 قبطش همش کشاده شد. من چخیل درونش عجایبات با لذت تیار شد. خمیرش بینید خوش خورد تماما خودش بر افغانه نمیگیرد. قبطش قبط پختگی. شما هم این گونه چکچک ها را برای نزدیکان خود تیار کنید. کانال ما را دستگیری کنید، پادپیسات کنید و یار و دوستان را دعوت کنید. خیر تا ویدیوهای آینده در پناه خدا باشید.